ما هممون خانوما همیشه نگران اینیم که چی غذا درست کنیم و اینا. بعد یه مواقعی توی یخچالمون یه سری سبزیجات یا خیلی سبزیجات داریم نمیدونیم باهاشون چی کار کنیم. این بهترین راه حل برای این مواقعیه که نمیدونید چه غذایی درست کنید. وقتی که این سس رو درست میکنید بعد میتونید با اسپاگتی بخورید یا میتونید با پاستا، حالا هر پاستایی میتونید بهش اضافه کنید و فقط گوشت، و یا میتونید توش تخم مرغ بزنید، سوسیس کالباس بزنید و هر مدل غذایی براتون آماده میشه وقتی که این سس رو درست میکنید. این سس رو میذارید توی یخچال یا فریزر میکنیدش. به چند قسمت میکنید؟ بعد فریزرش میکنید، هر دفعه احتیاج داشتید از فریزر برمیارید بعد ازش استفاده میکنید. برای این هر مورد سبزیجاتی که دارید، مثلا الان من اینجا کدوه، یک عدد کدو بزرگو تمیز کردم، خوب کردم. اینجا الان یه تیک برام یه نصف پاپریکا بودش و اینجا الان گوجه هایی که من این همه گوجه توی یخچالم دارم نمیدونم باش چیکار کنم، دارم الان باش این سس رو میخوام باش درست کنم. به وسیله این سس خیلی زندگیتون رو راحت تر میکنید، چون میدونم همه خانم همیشه فکر میکنید که چی قرار درست کنید. به علاوه این که دوباره میدونم که هویج توی یخچاله باهاش چیکار کنم و میبینم که بعد توش پیاز سرخ کرده میریزم. شما میتونید پیاز عادی بریزید، خام سرخ کنید توش، اینا مستقیما، ولی من توش پیاز سرخ کرده میریزم و بعدش هم سیر میتونید بهش اضافه کنید.